صابر کاظمی پشت خط زن 26 ساله و با استعداد تیم ملی والیبال دچار مرگ مغزی شد. سابقه حضور در المپیک 2020 و بازی در لیگ‌های داخلی و خارجی را داشت. 16 روز بعد از قرارداد با قطر در 29 مهر دچار عارضه مرگ مغزی شد. خانواده او در حال حاضر در حال مشورت برای اهدای عضو او هستند. اونطور که گفته میشه او در قطر وارد استخر میشه و بعد از اینکه داد میزنه و میگه دچار برق گرفتگی شده، سریع دچار ایست قلبی شده و بعد از اون مرگ مغزی میشه. میگن 4 بار اهدا شده ولی باز هم دچار مرگ مغزی شده. ما تسلیت میگیم به خانواده ایشون و جامعه ورزش. ما رو لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره.